بابا Böyle. Mesela ne böyle tatlısın? Mesela ne böyle tatlısın? He? Geleceksin yanıma. Geleceksin yanıma. Gel. Rızk azaliye inşallah xudofat. Mana moshma vaqtiki farzand paydo mishon dar rahmi modar 120 روز خداخواد انشاءالله فرشته ارحامه فرشته بچه‌دونه همون فرشته اومده در همون بنده 4 چیز می‌نویسه یکم عمرشه دوم رزقشه سوم بدبختیش نیکبختیش همین تقدیر میگن نمی این خداخواد پیچت کرده میاد تمام وقتی که همین مادر پیدا شدی یه روز خوندن سر میشه الحمدلله خدا خواهد انشاءالله لیکن چیز نامعلوم نیکیم همین موافق باید که ما شما چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم خدا خواهد یک کسب و هنر خدمت خدا خواهد انشاءالله انتخاب کرده با واسطه هوای زندگی من انشاءالله لیکن نماز ترک نمیکنیم عبادت تر فرمان خدا اولین موضوع میسته نیاد نبراد لا طاعت مخلوقین فی معصیت الخالق دگی قاعده یعنی اطاعت کردن نمیشه با مخلوق وقتی که ما در نزد الله عاصی شیم با این وظیفه فقط درست گفت اگر نماز ترک گناهکاری هم کارت میکنی هم نماز میخونی هم کارت میکنی با هم روزت میگیری هم کارت میکنی از خدا میترسی همه عملهای شریعت با واسطه همون کسب و کارت ادامه میدی دوام میدی بعد حقیقی مسلمان میشی الحمدلله نگه رزق از مخلوق نبی در فلان جانبه بود یک شاید اگر رسیه نمی باش تمام موگیش نگه میمرده فلان میشیده فلان این که بی خطاه حتی گرمه کفره یا نبرو تمام ازبک زمین رسیه پایسته تصور کن نشون زمین 8000 اول باشه 1000 تاش رسیده دونمی 7000 دیگه شه جای طوری برای کسب و کار کن نکن لیکن زید اسلام دیگم نزن رزق همیشه از خدا بی موچین هم یک بی رو بیا گفتگی اولیاء الله یک زنی اولیاء به خدا رسیدگی یکم خیلی مرکه نمیشینن دایرنده بعد همه گپا سر میکنه میگه که قیمتی شد این شد فلان شد پیستان شد همه گپ زده میگوید بعد نوبت بی رو بیا نمیرسه میگه شما یکون گپ نمیزنی من همین قدر گپ میزنم میگم اگر خدای تعالی میگه همه زمین آهن مبدل کنه آهن شد الله سبحانه و تعالی بجای بارون سنگ بارون میگه همین تمام روی دنیا بودگی آدم ها فرزندی بچه من باشن من انم برای رزقم نمیخوام چون که خدا در قرآن میگه که هر یک میگه جنبنده که به دنیا میآید و این رزقش در گردن ماست الله آمده شه هر یک چیزی که به دنیا میاد رزقش در چیه ذمه الله ہے حتی خدا در یک جای قرآن میگه استعیذ بالله مر اهلک بالصلاة لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی میگه ای بنده خدا تو عائلت به نماز امر کن دختر که 7 ساله کشید بچه 7 ساله کشید نماز نه امرش کن میگه موروز سبیان نکن اذا بلغ 7 7 ساله کشید میگه به نماز امرش کن 10 سالش اگر نکنه ضربش کن همه هم کی میکنه ما میکنیمش تو ببین بچه در خودش انسان خدا خواهد یادش نده ای خودش نقب باش کلام کشید آوره نشم و ای دیگه خدا خواهد انشاءالله خدا هم نمیشناسه همه گناه میکنن از همون خوردیش خدا خواهد از گهواره سرش میکنی
سکسک خدا خواهد کلماتش میتی عبادت سوره را تا 7 سالگی تئوریش میکنی 7 سالگی شد بچه عبادت عملش میکنی خدا میگه همه اهل آیلت شما بر نماز عمل کنه لا نسألک رزقا ما شما رزق نمیپرسیم نحن نرزقک ما شما رزق میدیم آخرت میگه برای تقوا داره این رزق الله میگه لیکن انشاءالله خدا خواهد با تو فعلی خدا کار روز شده عبادت ترک نمیکنی نماز ترک نمیکنی از الله همیشه میترسی تا بیتا کار کن بیشین تا خون و تا عصر کار کن نماز دیگر کاری دیگر نماز دیگر کشید خدا خواهد انشاءالله با بیا خواند با آیلت خدا خواهد شام خون خوفتن خوب مزه کردن با سرخزت پری کن با سرخزت لیکن عبادت اولین مثل انشاءالله همین انشاءالله خدا خواهد ما و شما برای روز شیده خدا خواهد انشاءالله چکار نکنیم عذاب نکشیم ما و شما را خدا خواهد نعمت باقیش در کجا در اکونومیک ما اکونومیک زندگی را نمیدونیم توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی اگر عمل کنیم خدا خواهد کو ما و شما هیچ وقت کم بگر نمیشیم افسوس خدا خواهد همه مرکای ما شما طبق سنت رسول الله نیست اگر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه کم بغل نمیشه قدر امکان 5 کیلو نمیرسه 5 کیلو آشته توی تگذر 10 کیلو آشته توی تگذر تو همین یعنی اکانومی که زندگی را خودت بردار مرده 3 روز می تمام در روز دو محکم کن برای اونجا مثلا نزویتی ندارم میدانی افضلی خیر که نمیشه افضلش آیلنده آنگه زن تخشیل خودم بچه اکا تخشیل خودم انا باید زویتی باشه بعد اطراف تقسیمش کن اگر از اون نقشه یعنی شریعت نشان داده که زندگی کنیم با شما تو انشاءالله خدا خواهد مزه کنه زندگی میکنی در زندگی نون و آش پل نمیروه اینو نبودو پل در چی میروه؟ در لباس میروه در 100 میلیون اگر شما توی کنی اگر همین 20 میلیونش نه 10 میلیونش نه آشو تو گوشو تو نونو تو پوانه برای 20 میلیون نمیشه جدا اگر مولی همچمت کشی اگر دیگه 80% در چی میشه فقط لباس چیزو نمیشه که تقارا و تنکا و پنکا کتی هم خچی میدونه این 80 میلیون در کو میدونه چند سال زندگی کردن که یک مونده خلق یک سال 2 میلیونی خورد یک سال 5 میلیونی خورد چند سال زندگی میکنی اگر ما بخیریم ما آدمان دیدن که خدا خواهد در ایشیال یک تا 500 کتی زندگی دوره 500,000 پول میگیره الحمدلله میگم هر خدام رو میرسه میگم بینیم مجموع 5 میلیون حساب کردیم همه همون در 12 ماه 6 میلیون پول میشه 6 میلیون در یک سال چی داره الحمدلله زندگی داره همین ما آیلام رو گویم زن ها ما گویم خدا خواهد اینقدر رسخوری بیده نکنن خونه نه کندستیه بودیم هم نعمته خونه کرده 10 سال شده ولی 20 سال شده 25 سال نشده خونهش از با کی پیتش کرد کی به مجبور داره کی به مجبور داره که تو چیکار کن یعنی هر سالی خونه تنها کن من که اخمه کدمه بزرگو اسلام در یک کپچه گذشته برفتن با ابراهیم در یک بشزار یک مچه دیدن گفتن بچم چند ساله هستی گفتن 400 ندارم 400 سال مر دیدی ها گفتن
گفتن یه خونه دوری خب منم مهمون نمیکنی. گفتن این 400 طول عمره که من خونه سوزم، من هیچی ندارم. گفتن هیچ توبه. گفتن در 400 سوتی اگه خونه هم نکردی. گفتن نه. های گفتن گوش که تو بچم، آخر زمان ده امتای محمد میآید. وقتی آخر امتای احمد با عمر اندکم معمیری بهد، عمرهاشون 20 و 30 و 40 و 50 کند معمینهای خوب و رنگین. همه آخر زمان میدونی گفت امتای محمد میآید. این پیغمبری نازنین عمرهاشو 40 سال 50 80 ساله نیکی قصر میسازن، سازن بیناها در اوج رفعت، با باغ و بستان و مسند دچو میسازن. شویساری اندر، گرمانی اندر، امریکا اندر، گویا که بیا جاوید میمونند در اونجا. بعد میگن پیر خندید و پیر میگه تبسم کرد و آمد با گفتار. پیر میگه بعد خندید و تبسم کرد بعد گپ ندومد. اگر گفت عمرم نیست امتای محمد باشه، 2 رکعت نماز من ختمش میکردم. 2 رکعت نماز اگر من 80 سالم باشه، من 400 سالم بودم، همه 80 سال 70 سال داشتم 2 رکعت نماز کردی ختمش میکردم. میگه شاعر نمیزه بعد میگه بر امتای محمد که گذاری طاعت و ساز ایمانت. تو در 50 سال 60 سال همی 2 تا خونه چه کردی بس سره شرطه تو خدا 15 تا خونه انداختن، 16 تو در 1 تاش خامنه در 20 سال 1 بار توی میکنی. تصور کن منو تو نیمی که بچه 1 باشه بله 5 سالش 1 بار کنی 15 سال به بارش میکنی. پول در گیجو رفته سه من پول نوجویا صرف کردم و سببی کم بغلی نمینه. پول عقل نداره، انسان خدا عقل داده تو نمی گفتم که اگر باریجه کار کنی پیامبر سون بگه هیچ وقت کم بغل نمیشه. لیکن افسوس 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 هرچند میگم با برعکس شده، هرچند میگم که همین کار نکن، امروز زنهای ما و شما چی شد؟ از ما بالا برمد. پیامبر اسلام سوال دادیم یا رسول الله بدیمو که زمین خوبه تای زمین خوب. رسول که اگر در بین قوم شما پادشاهات عادل باشن عادلی کنن، بایات و سخاوتمند باشن، دائم سخاوت کردن، کم بغلان بیوه و بیچاران دوده بستن، اگر کاراتو با مسیحت اجرا مشتگی باشه بالای زمین خوبه گفتن. مبادا پادشاهاتو ظالم باشه، ظلم کننده باشه، بایاتو بخیل باشه بیچاره کم بغلان خیر حساب نکنن، اگر مسیحت و بزنکا باشه تای زمین شما نخوبه. امروز بالکل ولست دادی زنک من 100% دادیش. زنک نمون، زنک نمون، زنک نمون. کجا که بره زنک ها دیا و تو موشیک توقی داری در زن و تا کی موشیک میگم که در خونت زن خوجه باشه. اسلام نبینن که خوجه نه، ملک های کیه، فرزند های کیه، موشیکه. من شما افرمه نشا ملک از آن شما زن به شما 1 خصه داده نمیتونه. حتی شیری که در پیستانش هست همون پیستاننگی شیر شم شما خوجه ایده اکسا می مخنوگه به اجازه شما مکنه. روز قیامت پیامبر سلام گفتن من شب معراج در دوزخ دیدم که بعض زنها از سینه هاشو کشالن. پرسیدم که یا جبرائیل این چی کاره بود؟ اینا از مشوش پنهی بچه های مردم بیگونه میمکند جزا کردی داده میشه. هوایم شما خوجه ایده و این وقت زنک بس
ببین که دخترم میتیم میگه مشون نباش پیش نه تخلو خود قواد نمیپاتی من همین 10 میلیون بسه من دارم 10 میلیون تو چیز که 10 میلیون هم کنم مون یک بخیره ما بپوشه ما یک زندگی کنیم که این زندگی خوب میکنن که لباسای خوب میپوشنی برادر ما شما که زنهای ما لباسای خوب پیش راحت کرد زندگی میکنن فقط دادن که تی تمام میشه انتلاخی من عمر رفتن که تی من شما تمام بشه تو ببین جوانی ده شعر هسته و سکسک خدا خواهد انشاءالله روبه میشه سکسک لوغر میشه این برادر این چیزا رو عینا انشاءالله خدا خواهد فهمانه آیله هانده آیله شما خدا خواهد باش هسته همیشه گپ تو گیزره انشاءالله خدا خواهد حرکت کنی خدا خواهد روی خوب کتی روی نیک کتی همون انسانیم داریم عذاب نکشیم در زندگی خدا خواهد دشواری ها نکشیم نونی قاب نخوریم در از مقصد ما چی هست خدا خواهد خوب زندگی کنیم امرای 40-50 سال نه چیکار نکن زندگی خوب کردن نکن زندگی با موفقیت کردن نکن سینای بزرگ هم 2 کلمه گفتیم اگر در دنیا غم و چنگ نباشد آدم ها عمری دراز میبینن پس نداشتاشی بچت با بلاغر رستاشت دلت بازی میکنن یا نمیکنن پول نداشتاشی دختر تا شوهر میده باشید دلت بازی میکنن مرکه میکنی باشید دلت بازی میکنن دوله نموزه چیه همش همه این کسلی ها ای نوبودیه ای بسیار از خوده از خودم میکنم بعد این میری سرش در دیوار زده بیچاره را 10 تا آدم خونش بده قصدتی این برای این چیزا را مسئله ها را برای شخصیتی بکنم که عقل ها را یاری دهد مشورت ادراک ماشون مشورت دادستیم مسیحت دادستیم که آینده دل نیشی عذاب نکشی همه با مسیحت طبق شریعت کار کنه خدا خواهد انشاءالله هیچ محتاج یک چیز نمیشی همه چیز خدا خواهد مهیا میشه همه شرایط خدا خواهد الله با راضی هم میشه خدای ما و شما مادامی که ما شما ناجویه سر میکنیم ناکاری که به ثواب ندارد فقط عذاب میکشیم برادر بین انشاءالله خدا خواهد این نعمت ها را استفاده بریم من چند تا بچه هم سلامت سگو کرد این سلامتی ها نعمتی قیمتناک نیست یا نمی یه بیچاره بدر زدیان در 25-30 ساله ولی 30 ساله باید بیچاره او تک بیموشی دستی چند تا بچه هم من پوچکش کار ندارم چند تا بچه ها خدا خواهد ای چی ای کار زوری شد ای کار دشواری شد بیزار شده همون شهر رفتنه بیزار شده بیچاره مرسیز که بعدش میلزه کار میگه که فیل پشه میکنه کاری که فیل پشه میکنه یک تونه برو خم براده فلانده چی عروس اگر خدا خود بعضی بچه که پلاران با کار میکنه اگر داچکش مونی انشاءالله خدا خواهد و این میگه افتمته پلاران با کار میگه من ندیدم نگه خداش میگه که همین یک دم اگر تخته بخوار مونی خانک شده میرا و چیندن نکن دم نمیگه انمیت افتمت و این جوانی نمیدونی نماز مو کار نکره اوجه بدناموزه درد پیدا کرده کاری مو بزنی نکریم میگه در حیاتم الحمدلله لیکن امروز اندک کار که مگه اوجه نتونستم در 50 اومده 52 ندومده حاضر اوجه من چوت کردم پیری من بیچاره که اوی کنه این مادر و این زن هاشون فکر کنن و شوهر هاشون عذابه و همین سور بیشتر خدا خواهد صحبت کرد نکن با مردم بیشتر
اینا زنها را جمع کردن، مردها را جمع کردن خداوند. این عقل را، این فکر را گفتن در کار که بخت بیاید. بسیار شوخی نکنن. بسیار که شوهر آزار ندید، بچه کاش آزار ندید. شدم که الحمدلله عمر میگذرد. بعضی آدم‌ها که کسل گندیا، که هم سخدو داسته تولی می. در 20-25 بعضی بچه‌ها پچکوش کار ندارن. که هم سیالو رسم دسته. و کی سبب؟ مو سبب، پدر سبب. خیز بلیافته بیام، خیز بلیافته بیام، خیز بلیافته بیام. مراد کاری صاحب نیست، هنر نیست. مجبور میشه کاری وزمی نمیداره بیچاره. خدا نگهداره. چند تا بچه هم مرده برفت، قریب 10 تا 15 تا بچه هم رسیدن، ماشین زدش، چوب زدش، نشید می بیچاره برفتن. حالا آرزو داشتن که زندگی خوب کنن، آرزو داشتن که انشاءالله حیاتی ناز برن، بچه اکشه توشه بینن، دختر اکشه توشه بینن. امروز نیست، به پدر توشی دستن. یا بیچاره زنهاشو در 22 دختر میدانم 22 ساله بود، شوهرش در روسیه وفات کرد، چوب زدش. بیچاره امروز من بچه و دخترش بشوشید به شوهر. خودی در چه میدونه الله نبینید چقدر مصیبت ها بالا اومده ساده. لیکن فکر کنیم، اندیشه کنیم برادر. بیاین که بخیر بیاین انشاءالله. بیاین اکانومی زندگی بلند برداریم. این نعمت هایی که الله داده انشاءالله خدا خواهد شکرانه کرده، خدا خواهد طوری استفاده بره، طوری کارش بریم، هرگز خور نمیشه انشاءالله خدا خواهد. هرگز زار نمیشه. همین عزیزانی من میکنیم که خدا خواهد از این سخنها را دیگر بچه هانم در دایره میشنین، همین فکرها را گوین انشاءالله خدا خواهد. گوین هم خیلی صحبت شده، قطعا بیده، بخیر بیه مکن. قدر عذاب بده، قدر مشقت بده. چندین بچه هم را مثال بیارش منم، چندینش بیچاره از کار گفته برفتن این دنیا. یاشی 22-23 من چندین دخترامون من در شهرهای روس وفات کرد. مجبور با شوهرش برفت چیکار کرد؟ مجبور اینم بره یک جا کار کنه مثال. کارهای وزمین، کارهای دشوار که بیماری ها برای انشاءالله خدا خواهد بخیر بیم. نعمت ها را باقی شیرش نه حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی همه ما انصاف و توفیق دید انشاءالله خدا خواهد. البته صحبت های میکنیم همه عمل کردن، اجرا کردن انشاءالله سبحانه و تعالی خدا خواهد مناسب بینن.